سلام علیکم برادر غریب. خوشبختی و خنده همیشه در لبان شما هویدا باشه. مرده که فرسوده همیشه سحر میخزه لیوی دیوان همیشه میشینه طرف شکمش نگاه میکنه، شکمش همیشه غوص شده، پروژین شده. طرف زنش نگاه میکنه، لیشکای زنه غوص، دنبی زنه غوص، شکم همیشه سیتجه شده. طرف سگ نگاه میکنه، سگ هم همیشه غوص، شکمش به زمین کشال. دوستای اهلی اویلی محترم، ما قانون میرارم همچو سرداری خانه ای پگه ای ساعت 6 سحر میدویم چه حال احوالای فهمیدین؟ ها همه فهمیدین. پگه ساعت 6 میخزه زنک میجمانه زنک نمیخزه، بیزار میشه. زنک نخه چشماش روی میکنه، میگه مرده که چی میگی؟ گفته نمیدویم ساعت 6 ساعت 6 نمیدویم، ما خواه دارم. خیلی خواه داشته باشش طرف بسپار با چه خیلیش طرف یا ای پس میکنی میتی یا مینت میکنی. مثلا خیلی یا مینت میکنن میشن. زنک همه خستنی مردک نگاه میکنه، میگه چو توی خیلی بوی گه کدسی؟ میگه زنی که دل بایا سگم دویدن نخواست. آدمای سنی سالی که 18 بالا باشه. سلام علیکم برادر، خوش آمدی. خیلی چراگاهی که میبینین این جای استراحتی برادر. یک برادر 5 سال 6 سال مردکیش نمیخیزه، میره پیش وراج، میگه دکتر هم خیلی حادثه شده، من چیکار کنم؟ وراج میگه حاجی من تبلت که مینویسم این همه خیلی زندگی شاهانه میگذره، پرابلم ای. میگیره 10 تا وزبودی تیل میتیشه، میگه برادر یک وزبودی تیل دوزش بلندترین یک روزه یک بار میخری. میگه خیلی میبینی میره میگه وراج مرا ممکن دروغ بگه همشه میخره، همه کری خدازدهش یک مقام میخیزه قریب 1 متر خسته رفتی سای. میبیه خونش میگه زنک خیز ایجاد که زندگی نرشید. زنک میبینه میترسه، زنک یک مقام زنک ازدواج میکنه جورا. زنک میترسه میگرزه میره یکی شو دروازه شونو تق میکنه. او چه بخیه که دمادد یک روز سیاه شده هم رو گوید. او چش میداغ خلاصه او چشم میگوید، خسرش میگوید، خسر بچه هاش هم میگوید، همو قشلاق هم رو میگوید. اسپکاید نمیشه. دادر جان گوش کن، اسپکاید نمیشه. یک وقت میخواسته در قشلاق یگان آدم نمونده، خیلی همه میگوید گفته گرفتیم. میبیه پیش وراج میگه اکی خیلی نشید، در قشلاق هیچ که نموند، این خان نمیره چیکار کنم؟ گفته برادر این فقط یک لحظه قطعی ممکنه دوزشو پس کردن. این زریعت مونک، این 2 سیم داره دیدی، یک جای پنوی جنگل میره، جای میره اینی سرخشه در تی خوید میمونی، اینی سفید چه ای بالای کلش این کنابکو رو میجخی گریان کشید ای خواه میره. ای پشت ای خدا زده آدم مانده بدیم بود. آدم مانده که بپای ای چیکار میکنه؟ خیلی نمیترسی یک قشلاق گویده. آدم میمونه، ای آدم همیت پاییده میگه گجا میره جنگل میدره جور. نمی رنگی خمان استراحتگاه میدره بخیان درخته سرخش در تش میمونه، ویر در بالاش میمونه که آدمی که پاییده است میبینه. همه طرف قشلاق ناله کده ای بگریزین. مردم خودش ترسونجا میگه چی گپ شده؟ میگه باور کردن نکردین او چش خرگوی دروگو رو میگه بدو چشمم دیدم کرش ایسری نو بازاریت بود.